دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خویش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. درود همیهنان گرامی، امیدوارم که تا الان اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. سپاسگزارم از اینکه دوباره بیننده میهن تیوی هستید. شهاب مهرگان هستم، صدای ما رو از میهن تیوی میشنوید. یک سه‌شنبه دیگه شد در خدمت شما هستم و گله ها و شکایت های خودم رو دوباره آوردم و در مورد همبستگی و اتحاد میخوایم صحبت بکنیم. متاسفانه اوضاع خوب نیست همچنان. یک مقداری به اون وضعیت استیبل نرسیدیم متاسفانه هنوز، و اتفاقاتی که افتاده نشون دهنده اینه که هیچ کس دلش به حال ما ایرانی‌ها نمیسوزه و همینطور که تاریخ ثابت کرده جناب پوتین یعنی روسیه امروز رأی نهایی خودش رو به آمریکا اعلام کرده که خواهان غیر هسته‌ای شدن یا اینکه تسلیحات هسته‌ای نداشته باشه ایران هست و با آمریکا و کشورهای دیگه‌ای که ایران رو بدون سلاح هسته‌ای میخوان موافق هست. دوستان، در طول تاریخ روسیه نشون داده که نه تنها دوست ما نبوده، نه تنها هیچ وقت پشت ایران، حالا پشت دولت ایران نبوده، بلکه همیشه در مواقع ضروری پشت پشت دولت ایران رو خالی کرده و منافع خودش رو در نظر داشته. تمام کشورهای ابرقدرت، تمام دنیا به همین شکل است. فقط و فقط ما نیستیم. اتفاقاتی که دوباره در سوریه رخ داده، در حماس رخ داده، دیگه گفتنش در این شب سال نویی ضرورتی نداره از نظر من. چهارشنبه سوری رو بهتون شادباش میگم، فرخنده میگم. ما از زمانی که یادمون میاد چهارشنبه سوری هر سال در دوران جنگ رو به خشونت میگذاشت. در دوران بچگی ما هیچ وقت به غیر از ترقه های کوچیک و یه سری هفت ترقه که میفروختن، اونم با 1000 تا قسم و آیه که ما نفروختیم، این صحبت ها، البته خود من هم توی اون شرایط بودم، هر سال رو به خشونت میرفت و هر سال پر سر و صداتر از سالهای گذشته بود. یک بوته‌ای بود، یه 4 تا تیر و تخته‌ای که مردم خونه هاشون رو خون تکونی میکردن و دیگه احتیاج نداشتن مبل جدید میخریدن، کمد جدید میخریدن، کمد و مبل و اینا لوازم های اضافی که قابل سوزوندن بود و احتراق خاصی نداشت رو می آوردن بیرون. و بیشتر در بچگی ما، حالا دیگه ما یه جوری شدیم که میگیم در زمان بچگی ما این اتفاقات میافتاد و به تاریخ پیوسته. البته سنمون زیاد نیست ولی کلا یه سری مسائل یادمونه که خیلی شیرین تر از الان بود. مراسم قاشق زنی، مراسم آجیل شب عید، آجیل چهارشنبه سوری، رقص و آوازهایی که تو فک و فامیل و خونه هر کسی بزرگتر بود، حیاتدار بود، دستش بیشتر به دهنش میرسید، متمولتر بود، جمع میشدن افراد فامیل و با هم چهارشنبه سوری رو جشن میگرفتن، بگو بخند، بالگوش وای میستادن، انواع اقسام موزیک ها رو میذاشتن، موزیک های درست، موزیک های اصیل ایرانی، و مردم شاد بودند و هیچ کس مزاحم کس دیگه ای نبود. حالا مردم در حال حاضر به رغم جلو رفتن تکنولوژی، انواع اقسام سلاح‌های سردرگم در چهارشنبه سوری استفاده میشه. امیدوارم که شاد باشید، لبتون خندون باشه. امیدوارم که در این چهارشنبه سوری از هر گونه حادثه به دور باشید. چهارشنبه سوری رو با لب خندون بگذرونید. امیدوارم که در سال جدید، امسال سال آخر، امسال یعنی امروز برای من روز آخر سال 1403 هست و امیدوارم که در سال جدید در میهن تیوی باشم
در خدمت شما دوستان و با خبرهای خوب و با سالی پر از آینده رو به شیرینی، رو به زندگی در خدمتتون باشم و خبرهای خوب شاید در ایران در کنار هم در کنار خانواده باشیم و میهن تیوی رو طور دیگه ای برگزار میکنیم. آرزو بر جوانان عیب نیست. امروز طبق معمول سه شنبه تا سه شنبه نداریم، از سه شنبه تا سه شنبه چه خبر نداریم، به خاطر اینکه یه سری اتفاقات هست که من باید ازش صحبت بکنم، طبق معمول انتقاد بکنم، انتقادم رو بکنم. داستان از اینجا شروع میشه که من چند روز گذشته در توییتر، در ایکس امروزی، در اسپیسی قرار گرفتم که به نام رادیو جاوید شاه. من اسما رو هم میگم و هیچ گونه ابایی ندارم، هیچ گونه ترسی ندارم. خواهان مناظره هستم، خواهان تبادل اطلاعات هستم. شاید من حقیر، بنده حقیر گمراه باشم، شاید بتونن بنده رو راهنمایی بکنن و بنده رو قانع بکنن از این گمراهی در بیام و به جرگه این دوستان عزیز بپیوندم. شاید اونها طور دیگه ای بخوان رفتار بکنن، نمیدونم. در هر صورت من اینجا هستم از این تریبون. دوستان عزیزی که در اسپیس توییتر به نام رادیو جاوید شاه فعالیت دارن، دوستانی که من اونجا رفتم و دوستان رو با کمال ادب و احترام چند تا ازشون سوال کردم و هدفها رو ازشون خواستم. بنده رو با توهینها و تحقیرهای بسیاری مواجه کردن و برچسب‌های زیادی که در طول این چند سالی که من فعالیت میکنم، فعالیت براندازی میکنم، فعالیت روشنگری میکنم. من نه فعالی سیاسی هستم، نه تاریخدان هستم. یک بنده، یک انسانی مثل انسانهای دیگر، یک فرد جامعه معمولی کف خیابون. هیچ گونه چی میگن ادعایی پشت سرم نیست. فقط و فقط چیزهایی رو دیدم، در موقعیتهایی قرار گرفتم که شاید هر کسی قرار نگیره، شاید هر انسانی موقعیتش رو نداشته باشه در این گذار قرار بگیره. دوستان، در این فضا اسپیس رادیو جاوید شاه در توییتر افرادی جمع هستند، دوستانی، هموطنانی جمع هستند که به قول خودشون شمشیر رو از رو بستن و در اون فضا چیزی به غیر از جاوید شاه، چیزی به غیر از این که شاهزاده رضا پهلوی رو چرا پادشاه خواندی، چرا پادشاه نخواندی، چرا این گونه سوالات رو داری از ما میکنید، به قول خودشون سوالات چالشی که ما رو به فکر فرو ببری. من رو یاد اون موقع مینداخت که ما در کلاس های دینی یا در مراسم آیینی دینی اسلامی مسلمونی ازشون سوالاتی میکردیم که آقا اگر پیغمبر به این شکله چرا این کارو نکرده، اگر مثلا فلان کار خوبه چرا خود پیغمبر نکرده، اگر فلان کار بده چرا خود پیغمبر کرده. با این حرف مواجه می شدیم که ساکت، کفر نگو، هر کسی به دینش شک بکنه مرتد، کافره. و یه جورایی ما رو از سوال کردن و از فکر کردن حتی می ترسوندن. من با کمال احترام همون جوری که اینجا صحبت می کنم و سوالاتم رو مطرح می کنم که پس دوران براندازی چی میشه؟ دوران گذار قبل از دوران براندازیه. دوستان، هنوز هیچ شخصی نیومده این سوالات رو جوابگو باشه و از هر کسی که من در فضای حقیقی، فضای مجازی سوال کردم، انگار یه سوال وحشتناک بزرگیه، انگار یک سوال بسیار چالش برانگیزیه که دوران گذار همون دوران براندازیه.
و هیچ پاسخی برای براندازی وجود نداره، هیچ برنامه، هیچ استراتژی برای براندازی وجود نداره و ما خودمون رو گول زدیم به این شرط که آمریکا، اسرائیل، ابرقدرت ها ما رو از دست این جمهوری اسلامی نجات میدن، این آخوندهای کثافتی که 46 سال در دیکتاتوری ما رو فرو بردن. من دوباره سوالاتم رو تکرار میکنم. اگر بیننده‌ای، شنونده‌ای صدای من رو میشنوه، سوالات ما رو میتونه جواب بده، سوالات من رو و دوستانم رو، همفکرانم رو میتونه جواب بده، خواهش میکنم بیاد با هم مناظره میکنیم، با هم صحبت میکنیم، با هم گفتگو میکنیم. اصلا مناظره نه، با هم گفتگو میکنیم که آلترناتیوی که هست. جناب شاهزاده، احترام کامل، بنده به خاندان پهلوی معتقد هستم و شاهزاده رو تنها آلترناتیو میدونم، ولی چگونه میخواهیم به ثمر برسیم؟ من سوال کردم آیا استراتژی هست در رادیو جاوید شاه؟ علاوه بر اینکه میکروفون من رو بستن، اینها برگشتن به من گفتن که شما ستون پنجم دشمن هستین و از طرف جمهوری اسلامی اومدی و میخواین استراتژی ما لو بره. دوستان، اگر استراتژی وجود داشته باشه، همین گرامی، اگر استراتژی وجود داشته باشه، شما فقط و فقط میتوانید بگید بله استراتژی وجود داره و مسائلی رو که حفاظتی امنیتی نباشه رو برای کسی که سوال میکنه، پرسش میکنه، کاملا توضیح بدید و ایشون رو قانع بکنید که آقا این امامزاده‌ای که من دارم پشتش دعا میکنم قطعا معجزه‌ای در راه هست، قطعا به این قضیه طور دیگری باید نگاه بکنی، قطعا این برنامه ریزی شده، نه اینکه با فحاشی‌های بسیار، نه اینکه با توهین‌ها و تهمت‌های بسیار. دوستان معذرت خواهی می‌کنم، من برنامه لایو، ببخشید، این در برنامه لایو همیشه این اتفاقات خواهد افتاد. بله، نازنین ما اینجا جلب توجه میخواد، من عذرخواهی میکنم. گربه خونگی ما، ببخشید من چون در استودیو نیستم، این گربه خونگی ما گاهی اوقات این اتفاقات رو رقم میزنه. عرض میکردم خدمتتون، وقتی ما استراتژی نداشته باشیم، وقتی ما برنامه ای نداشته باشیم، با پرداختن به حواشی، با توهین ها و تهمت ها، سوال کننده رو یک جوری صداش رو قطع میکنیم و با مسائلی که مسلمانان دو آتیشه متعصب با ما برخورد میکردن برخورد میکنیم. ببخشید من یه مقدار رشته افکار دستم پرید، این اتفاق میفته، ببخشید. بله، سوال میکردم که آیا این رمز جاوید شاه چه رمزی هست که کلید تمام درهای قفل شده است؟ هیچ پاسخی نیست. شما فقط بیا بگو جاوید شاه، ایران آزاد میشه. دوستان، در جاوید بودن نام خاندان پهلوی، شاهنشاه اول رضا شاه و محمد رضا شاه، در جاوید نام بودن اینها هیچ شکی وجود نداره. جاوید شاه زمانی برای من ایرانخواه جاوید شاه است که حکومت پادشاهی در ایران نهادینه شده باشه، اومده باشه. دوستان، مسئله یادم اومد که همینجا که الان من دارم اسم شاهزاده رو میبرم که در
تمام گفتگوهاشون، در تمام نشستهاشون ایشون برمیگردن میگن من رو با هر اسمی که میخوای صدا بزنید، ولی این برخلاف یک سری از قوانین پادشاهی هست. اگر واقعا قوانین رو بخوایم رعایت بکنیم حتما نام شاهزاده رو باید برای ایشون ببریم. این کمال بی‌معرفتیه که کسی بخواد بگه که شما شاهزاده رو بخوای با نامهای دیگه ای صدا بزنید. جالبه که این دوستان من رو شماتت میکردن که ایشون در حال حاضر دیگه شاهزاده نیستن، ایشون پادشاه سوم پهلوی و پادشاه ایران هستن. آیا من خوابم؟ آیا من در جای دیگه از این دنیا دارم زندگی میکنم که تغییر و تحولاتی رخ داده در ایران و من هنوز اون رو لمس نکردم در دنیای واقعی؟ اگر پادشاه سوم ایران هستند چرا در مملکت ایران وجود ندارند؟ اگر استراتژی وجود داره پس باید برنامه‌ای هم وجود داشته باشه که یک ارتشی وجود داشته باشه برای آزادی ایران از داخل ایران. همونطوری که برچسب‌های زیادی به شاهزاده رضا پهلوی خورده میشه که ایشون برای مردم ایران ارزش قائل نیست، مردم ایران رو داره گمراه میکنه، نمیدونم فلان کار رو میکنه، نمیدونم بیسار کار رو میکنه، با سپاه داره هماهنگی میکنه. من همه اینا رو قبول ندارم. اینها همش تهمته. این مسائل رو هم از این ور قبول ندارم که پادشاه سوم پهلوی هستن، ایشون الان در حال حاضر در سمت پادشاهی هستن، ایشون شاهزادن در حال حاضر. اگر پادشاه ایران هستند باید ارتشی پشت سرشون باشه. ارتشی وجود داره؟ آیا ارتش ملت ایران؟ هنوز که هنوزه وجود نداره. اگر قرار ایشون پادشاه مملکت ایران بشن باید یک سلسله مراتبی رو گذرونده باشن تا بتونن پادشاه بشن، در ایران تاجگذاری رسمی انجام بدن. این دوستان در رادیو جاوید شاه توییتر به بنده گوشزد میکردن که داستان کتاب‌های شاهزاده رو بخونید. خب آیا به غیر از اینکه ایشون در مورد دموکراسی، در مورد خاندانشون، در مورد مسائل مردم ایران صحبت کردن چیز دیگه ای هست؟ شما در توییتر میگید ما شمشیر رو از رو بستیم، ما به دموکراسی معتقد هستیم. کسی که دموکراسی داره هیچ وقت با شمشیر حرفش رو نمیزنه. درسته الان ما در موقعیت جنگ هستیم، ولی آیا جنگ با خودی؟ آیا جنگ با کسانی که میخوان متحد بشن؟ آیا کسانی به غیر از این که تفکر غیر از پادشاهی داشته باشن مرتد هستن؟ چرا مثل مسلمانان رفتار میکنید؟ چرا مثل آدمهایی رفتار میکنید که نمیخوام این حرفا رو بزنم ولی شماها وادار میکنید آدم رو که همچین حرفایی بزنه، تفکر دیکتاتوری داشته باشه؟ اگر آزادی خواه هستید، اگر تفکر دموکراسی رو دنبال میکنید، دوستان شمشیرتون رو از رو ببندید، ولی برای دشمن نه برای هموطن. برای کسی که برای صلح آمده، برای کسی که برای گفتگو آمده، شمشیر کشیدن کار مردونه ای نیست، کار انسان دوستانه ای نیست، بهتره بگم. ما اگر قرار باشه ایرانمون رو آزاد بکنیم تنها یک تفکر کافی نیست. اتحاد، همونطوری که ایران عزیزمون از قومیت‌های بسیاری برخورداره، از زبان‌های بسیاری تشکیل شده، پس متحد کردن این قوم‌ها با هم، متحد کردن این طرز تفکرها و این احزاب با هم احتیاج به شمشیر نداره، احتیاج به گفتگو داره. اگر به دموکراسی پایبند هستید، اگر طرفدار پادشاهی پارلمانی هستید، در اون پارلمان همه نوع افکار به غیر از افکار ممنوعه وجود داره.
اگر قرار باشه ما طرز تفکر ارزشی ها، طرز تفکر مسلمان های راستگرا رو داشته باشیم، به هیچ جا نخواهیم رسید. اگر قرار باشه ما رفتارمون با همه هموطنانمون رادیکال باشه، به هیچ جا نخواهیم رسید. رفتار رادیکالی مال مملکت دیکتاتوریه، مال آدمهای دیکتاتوره. پس شمایی که دموکراسی، شعار دموکراسی رو سر میدید، شمایی که آزادی خواه هستید، شمایی که برانداز هستید، باید دست در دست تمام هموطنانتون از هر حزبی به غیر از سازمان مجاهدین خلق بگذارید، به غیر از کسانی که کارنامه سیاهی در دوره این 46 سال دارن بگذارید. شما نمیتوانید همه رو با یک نام برونید: ارزشی، جمهوری اسلامی، بسیجی، سایبری. شما نمیتوانید زمانی که توانایی پاسخگویی به یک سری سوالاتی که در دنیای آزادی بیان وجود داره نمیتوانید بدهید، شما حق برچسب زدن ندارید. اگر قرار باشه آزادی ایران به وجود بیاد، دیکتاتوری دیگه نخواهد بود. من روی سخنم با اونهایی که در فضای مجازی میگن ما شمشیرمون رو از رو بستیم، برای هموطنانت نباید شمشیر رو از رو ببندی، برای دشمنانت باید شمشیر بکشی. بدانید و آگاه باشید این نظم نوین خاور میانه شاید یک اسم رمز باشه. متاسفانه اخبار خوبی از خاور میانه به گوش نمیرسه. سوریه‌ای که تمام دنیا فکر میکردن آزاد شده از دست بشار اسد، از شر بشار اسد، اتفاقات جدیدی داره توش. برای حماس، برای لبنان، برای فلسطین، برای همه اینها برنامه تازه‌ای ریخته شده. اینجوری که بوش میاد همه گروگانها کشته شدن، همه گروگانهای اسرائیلی کشته شدن. اینجور که بوش میاد خبرهای خوشی به گوش نمیرسه. اگر ما مردم ایران برای خودمون تصمیم گیری نکنیم، تصمیم های بدی برای ما گرفته میشه. کسانی که به پادشاهی رضاشاه، محمد رضا شاه معتقد هستند، کسانی که پادشاهی شاهزاده رضا پهلوی رو میخوان، کسانی که آزادی ایران رو میخوان، باید هرچه زودتر به اتحاد برسیم با تمام مردم دیگر که دگرگونه فکر میکنن، طور دیگری فکر میکنن، چه جمهوری خواه چه مشروطه خواه. میبینم قربونش برم انقدر این سایبری های جمهوری اسلامی پیچیده عمل میکنن، انقدر قشنگ وارد اپوزیسیون های حقیقی و غیر حقیقی شدن که آدم واقعا میمونه چگونه میتونه بعد و از خوب تشخیص بده. اگر چشمانمون رو باز نکنیم، آنچه که میخواهند برای ما رقم میزنن، آنچه که بیشتر به نفع خودشون برای ما رقم میزنن، اتفاقاتی برای ما رخ خواهد داد که خوشایند ایران و ایرانی نخواهد بود. دوستان، اگر زیرساختهای ایران نابود بشه، تکرار تاریخ گزیر ناپذیره. ناگزیر هستیم برای برگشت به دوران قاجاریه. زیرساختهایی که از دوره پهلوی برای ما باقی مانده تنها چیزهایی است که ایران رو سر پا نگه داشته. هوا نیست، انرژی وجود نداره،
بیشترین گازهای منابع گازی ما در حال سوختنه، نمیتونن بهره برداری ازش بکنن. تمام پالایشگاه ها فرسوده شده. اگر اینها با خاک یکسان بشه، هیچ چیز دیگری برای ما وجود نخواهد داشت که ما بتوانیم ایرانمون رو بعد از براندازی آباد کنیم. سرمایه های ملی در حال از بین رفتن هستند. یک مشت آدم بیخیال، یک مشت آدم سطح پایین طرز تفکر و سطح سوادی پایین در فضای مدیا با رمز جاوید شاه شماها رو به گمراهی دارن میکشونن. جاوید شاه خیلی هم خوبه، ولی هیچ کس منکر آزادی ایران هست؟ آیا با رمز جاوید شاه میتوانید ایران رو آزاد بکنید؟ اگر مطالبه گر نباشیم، اگر برای آزادی ایران برنامه ریزی نکنیم، برنامه ها رو برای ما میریزند و ناگزیر هستیم از اینکه اون برنامه ها رو انجام بدیم یا برامون انجام میدن. عاقبت عراق رو ببینید، عاقبت لیبی رو ببینید، عاقبت سوریه رو ببینید. من در برنامه هفته پیش گفتم در همین 46-7 سال گذشته سهم 50% ایران از دریای خزر به 13% رسیده. دوستان این یعنی تجزیه ایران، تجزیه خاک ایران. بسیاری از مرزهای ایران، پشت دیواری که ایران بین مرز ایران و افغانستان کشیده، نابود شده و به افغانستان پیوسته. این یعنی تجزیه ایران، یا دانسته یا نادانسته. حق مردم ایران رو دارن میخورن، چه از غرب چه از شرق. آب رو ترکیه به روی ایران بسته، آب رو افغانستان به روی ایران بسته، پول نفت و گازمون رو نمیدن. در حال فروپاشی ایران هستیم. مطمئن بدونید دشمنان ایران برای تکه تکه کردن ایران نقشه ها دارن. اگر ما همچنان چشم به آزادی ایران به دست اسرائیل و آمریکا بدوزیم، برای ما نقشه هایی کشیدن برای نظم نوین خاورمیانه. همه میگن خبر خوشی در سال 1404 در راهه. دوستان، من نمیگم خوشبین نباشیم، من نمیگم برای آزادی ایران فکرهای خوب نکنیم، ولی عمل کجاست؟ عده‌ای مبارزه رو در این میبینن که فیلم از یخچال خالیشون در ایران بگیرن و برای ایران اینترنشنال بفرستن و فقط به روح خامنه ای و خمینی لعنت بفرستن. دوستان، این مبارزه نیست. عده‌ای در بازار فقط از کسادی بازار فیلم میگیرن و برای ایران اینترنشنال میفرستن. از کسادی بازار میگن در شب عید. این مبارزه مدنی نیست، این فعالیت در مدیا نیست، این ابراز باخته، این تسلیم به جمهوری اسلامی. این یک نوع سوپاپ اطمینانه که شما یک مبارزه‌ای کردید در مدیا و فقط نشستن به ریش من و تو میخندن که چه کلاهی داره سرمون میره. آخه مگه میشه سیب زمینی پیاز در مملکت قسطی بشه؟ اون موقع یادمون میاد که غذای فقرا آبگوشت بوده. آیا الان کسی رنگ آبگوشت رو میتونه ببینه به غیر از اون رده های بالا؟ چند وقت میشه گوشت نخوردن؟ چند وقت میشه مرغ نخوردن؟
میگن تو سطح‌های زباله دنبال میوه‌های گندیده میگردن در میادین میدون تره بار. خب این یعنی فقر کامل. کشوری که روی انواع و اقسام منابع طبیعی روی گنج نشسته، مردمش باید فقیر باشن، چشم بدوزن به آمریکا و اسرائیل که بیاد براشون آزادی بیاره. پس ما باید دست رو دست بذاریم که آمریکا و اسرائیل بیان ما رو از چنگ دیکتاتوری جمهوری اسلامی نجات بدن. من سخن رو کوتاه میکنم. امروز برنامه رو زودتر از بقیه ساعتها روده درازی نمی کنم. بقیه هفته طبق بقیه هفته ها بیشتر روده درازی نمی کنم و برنامه رو زودتر به پایان میبرم. براتون آرزوی خوشبختی دارم، برای ایرانمون آرزوی آزادی دارم، برای مملکتم، برای هممیهنانم آرزوی اتحاد دارم. هر چه زودتر چشمامون رو باز بکنیم، بیاندیشیم چگونه ایرانمون رو آزاد بکنیم، فارغ از هر گونه تفکری به غیر از سازمان مجاهدین خلق. سخن کوتاه، به قول جناب وحید بهمن گرامی، هیچ گونه ارگانیزیشنی وجود نداره برای آزادی ایران. در سال جدید من از شاهزاده رضا پهلوی خواستارم یک سازمان متشکل برای آزادی ایران طراحی بکنید. ارتش خودتون رو از ملت ایران بسازید و برای آزادی ایران چاره‌ای بیاندیشید. در تاریخ همه کسانی که به پادشاهی رسیدند و حقشون رو گرفتند در راه آزادی کشورشون قدم برداشتند، تلاش کردند. تنها گفتگو با سناتورها، تنها گفتگو با یک سری از آدمهایی که در پارلمان در زمان گذشته بودند برای ما کارساز نیست. ارگانایز کردن ملت ایران که شما را به پادشاهی قبول دارن مهمه. برنامه‌ای برای آزادی ایران داشتن مهمه. فرشگرد، ققنوس، این اون فلان بیسار برای آزادی ایران کاری نخواهد کرد. ارتشی مستحکم، برنامه‌ای جامع برای آزادی ایران لازمه. در آخر از دوستانی که صدای من رو میشنون، تصویر من رو میبینن، خواستارم که از رادیو جاوید شاه در فضای اینترنت و در فضای توییتری، در فضای ایکس، اگر کسی صدای من رو میشنوه، من حاضر به گفتگو با دوستانی هستم که آنگونه با من صحبت کردند که برای اتحاد ایران سم و مضر است. اگر تنها راه آزادی ایران جاوید شاه هست، بیایید و با من مناظره کنید. من رو قانع کنید که من هم از این به بعد نگم جاوید ایران، بگم جاوید شاه. دوستان، اگر ایرانی وجود نداشته باشه، پادشاهی هم وجود نخواهد داشت. پس اول ایرانمان را آزاد بکنیم، بعد جاوید شاه گو باشیم. پادشاهی بیاوریم، بعد جاوید شاه گو باشیم. برای ایرانمان، برای آزادی ایرانمان تلاش کنیم. پادشاهی بعد از آزادی ایران است. اگر به دموکراسی اعتقاد داریم، اگر به دموکراسی اعتقاد داریم، برای هموطنانمان شمشیر نکشیم. شمشیر را از رو برای دشمنانمان ببندیم. برای همه ایرانیان سال پر از موفقیت آرزومندم.
سال آزادی ایران رو آرزومندم. امیدوارم در سال نو ایرانی نو، ایرانی آزاد داشته باشیم. پیشا پیش نوروز همه شما پیروز. پاینده ایران، پاینده ایران، پاینده ایران. بدرود.